یه ترامادول براش بزن. آقای دکتر کاویانی، من یه 2 ساله که به شدت کمرم درد میکنه. هر دکتری هم که رفتم نتیجه نگرفت. من براتون MRI می‌نویسم، برید انجام بدید، برگردید پیش خود. ببخشید آقای دکتر، معاینه نمی‌کنید؟ از من چشام اشعه ایکس نداره که اینجا لوازم میخواد، ابزار کار میخواد، منم ندارم. شما میرید MRI بهزاد کاویانی، میگید که منو دکتر بهروز کاویانی فرستاده. چشم. خانم فریبان، این مزرعه مرکاکورون کجاست؟ ببخشید آقای دکتر بهزاد کاویانی؟ برای فرمایش؟ منو آقای دکتر بهروز کاویانی فرستادن برای امارای مهره‌های کمرم. بله درسته. الان میفرستمت برای MRI برید تو، ولی بعدی که MRI شدی تشریف بیارید که بفرستمت سونوگرافی. سونوگرافی برای چی؟ به دلیل اینکه ممکنه این معدتون فشار رو بیاره به مهره‌های کمرتون. تشریف ببرید سونوگرافی انوشیروان کاویانی. ببخشید آقای دکتر، شما نسبتی؟ نه من نسبتی ندارم. عزیز نفس بکش، نفس عمیق بکش، راحت، ریلکس. شما یه مقدار بالا پایینه متاسفانه. خب من یه مقدار دارو براتون می‌نویسم. شما باید تشریف ببرید داروخانه دکتر شهروز کاویانی. فقط هم اون داروخانه، برو جای دیگه دارو رو نداره، اونجا داره. خیلی ممنون. بفرمایید. خانم جباری، این لوتیلوکسین هم اینجا کم داریم، یه ذره بیار از انبار.